مقامات انتظامی نویه دنغره، امردین نقشوف، مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان را با اتهام اوباشی و شریکان او را همچون به ویران نمودن دخل‌ناپذیری منزل متهم کردند. با گفته منابع رادیوی آزادی، در مقامات حفظ حقوق پرونده نقشوف بر اساس بند 2 ماده 237 کودکس جنایتی تاجیکستان تحقیق می شود که همچون جزا از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. نقشوف به آن گمان بر می شود که شب 16 می با چندی از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز در جمع‌آوری شیره کمال حمله کرده است. با گفته شاهدان حادثه در محله هفتم مرکز نویه دنغره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسوف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امردین نقشوف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. گفته می شود که در جریان مناقشه 10 نفر از جمله 4 شهروند افغانستان جراحت برداشته. مقامات ملیسا در همان روز اول 7 نفر از شریکان امردین نقشوف را دستگیر کردند. خود نقشوف تنها روز 27 می بعد 11 روز حادثه خود را به مقامات سپرد. منابع آزادی گفت نقشوف تا لحظه تسلیم شدن آزادانه در دنغره گشت و گذار میکرد و کسی جرأت بازداشت او را نداشت. در همین حال شرکت مینوفارم در یک نامه به رادیو آزادی با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیو آزادی رسید امردین نقشوف را بیگناه دانسته در این مناقشه شهروند نقشوف همچون شخص خلاص کننده طرف ها اشتراک نموده جوانان را به بی‌ترتیبی ها راه ندادن دعوت میکرد. گفته شرکت مینوفارم امردین نقشوف خواهرزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشوف مدیر پیشینی شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینای شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نقشوف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد. حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شوگناو ناحیه خوالینگ زمین دارد و به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم از انگشت شمار شرکت‌های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی‌های به شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق است.